سمپاشی زمستانه چیه؟ سمپاشی زمستانه 2 تا سمپاشی ما تو زمستان میتونیم انجام بدیم. یک، بعد از هرسمون میام از قارچکش استفاده میکنیم. قارچکش چیکار میکنه برامون؟ جلوگیری میکنه از انتشار قارچ و به شما که عرض کنم نمیذاره ریشه ساقط قارچی بشه. چیکار میکنی؟ بردو میدی، نسبتش 5/1000. خب این یه به شما که عرض کنم سمپاشی تو زمستون. دومین سمپاشی که انجام میدی به شما که عرض کنم برای شپشک کنه خدمت شما که عارضم و کرم‌های چوبخواری هستن که داریم. برای اینا چی کار میکنی؟ از اتیون و روغن ولک استفاده میکنی. اتیون میزانش 1.5 تا 2 لیتر در 1000 و روغن ولک هم 10 تا 15. خدمت شما که عرض کنم سمپاشی اولیه بردو واجبه قارچکش واجبه. اما سمپاشی دومیه اگر خدمت شما که عرض کنم دیدی کنه داری، شته داری، شپشک داری، لاروشو بررسی کن تو درخت باغت. اگر داری استفاده کن، اگر که نداری نمیخواد بزنه. مزیت چیه؟ مزیت سمپاشی زمستونه یکی محصول رو درختت نیست. خب دوره کارنسی براش تعریف نشده. 2 میزان مصرف سمت کمه برادر، میزان مصرف سمت کمتره، برگی نداری، میزان مصرف سمت کمه. اینو در نظر داشته باش، برای حشرات مفیدت هم مهمه. شاد و پیروز و سربلند باشید.